5 قرن پیش مردی از بندر کوچکی در ایتالیا با رویای عجیبی راهی سفر شد که نه تنها مسیر تجارت جهان را تغییر داد بلکه سرنوشت میلیون ها انسان را هم رقم زد. اما کریستوف کلمب واقعا کی بود؟ یک قهرمان شجاع یا یک کاشف بزرگ یا شخصیت تاریک و بحث برانگیزی در تاریخ؟ در این ویدیو داستان واقعی او را بدون افسانه ها تعریف می‌کنیم. پس تا پایان همراه من باشید. کریستوف کلمب در سال 1451 در جنوا یکی از مراکز مهم تجارت دریایی به دنیا آمد. از نوجوانی شیفته دریا سفر شد، اما چیزی که کلمب را از دیگران متمایز می‌کرد باور عجیبش بود، اینکه میتوان از سمت غرب به هند رسید. باوری که در آن زمان برای بسیاری احمقانه به نظر می رسید، چون اغلب فکر میکردند فاصله اروپا تا این از سمت غرب بسیار بیشتر از حد ممکن است. کلمب طرح خود را ابتدا به پادشاه پرتغال پیشنهاد داد و جواب رد شنید، اما ناامید نشد. راهی اسپانیا شد تا ایزابلا و فردیناند پادشاهان مشهور آن دوران را مجاب کنند. سالها طول کشید تا بتوان آنها را قانع کند، اما بالاخره در سال 1492 اسپانیا پذیرفت هزینه سفر او را بدهد. هدف رسمی پیدا کردن مسیر جدید به شرق، اما هدف پنهان ثروت، طلا و قدرت. 3 کشتی تاریخی نینا، پینتا و سانتا ماریا، خدمه‌ای که بسیاری از آنها ترسیده و مردد بودند. مسافرانی که در میانه دریا فکر می‌کردند به لبه دریا نزدیک می‌شوند. هفته‌ها گذشت، آب و غذا کم شد، زمزمه شورش بالا گرفت، تا اینکه در 12 اکتبر 1492 فریاد دیدبان بلند شد: سرزمین، سرزمین! و در این لحظه تاریخ برای همیشه تغییر کرد. کلمب گمان می‌کرد به هند رسیده و مردم بومی آمریکا را هندی نامید، اما او نمی‌دانست که قاره‌ای ناشناخته پیش رویش است و نه تصور می‌کرد این برخورد چه پیامدهایی خواهد داشت. در تاریخ رسمی از کلمب به عنوان کاشف آمریکا یاد شده است، اما حقیقت این است که او اولین نبود. بومیان هزاران سال پیش آنجا بودند و حتی وایکینگ ها 500 سال قبل به آنجا رسیده بود. نکته مهمتر، حضور کلمب آغازگر دوران تاریکی برای مردم بومی شد. بردگی، بیماری، کار اجباری و خشونت هایی که بسیاری از مورخان آن را یک فاجعه انسانی می‌دانند. پس کلمب فقط یک کاشف نبود، او ترکیبی از نبوغ، جاه‌طلبی و تصمیم‌های بسیار جنجالی بود. کریستوف کلمب در مجموع 4 سفر به قاره جدید انجام داد. او هرگز نفهمید که قاره جدید کشف کرده و تا آخر عمر فکر می‌کرد به آسیا رسیده است. اما دستاوردهای او چه خوب و چه بد دنیای امروزی را شکل داد. آغاز عصر استمرار، تبادل فرهنگی و کالایی بین اروپا و قاره جدید، شکل گیری جهان مدرن و البته شروع دردناک نابودی تمدن‌های بومی. کریستوف کلمب قهرمان بود یا خیانتکار؟ کاشف بزرگ یا آغازگر دوران تاریک؟ شما چه فکر میکنید؟ نظرتان را حتما در کامنت بنویسید. اگر ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید و برای حمایت از ما کانال رو سابسکرایب کنید تا ویدیو بعدی. خداوند نگهدار شما.